بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم همتان خوب و سلامت باشید دوستان عزیز. امروز میخوام راجع به تبدیلی به ولایت ها معلومات کامل و دقیق و همراهتان شریک بسازم، چون باز دوستای ما وقتی که تبدیلی میکنم به بعضی نقاط مهم توجه نمیکنه. وقتی که تبدیلی کنه به ولایت که مراجعه میکنه، باز در ولایت باز بیومتریکشون نمیشه، پس یعنی براشون گفته میشه که پس از سر ثبت نام کنین و فرمتون در این ولایت نمیچله، یعنی قابل اعتبار نیست. بنان بعضی دوستای ما خواهش کردن که با زبان دری براتون ویدیو جور کنم تا درست فهمیده شوه. دوستان از وقتی که ما ثبت نام میکنیم در شروع، البته در مرحله نخست یکی محل تولد است و دیگه سکونت فعلی است. محل تولد به اون ولایت گفته میشه که شما اصلا از کدام ولایت هستین، در تذکرهتون کدام ولایت ذکر شده، و محل سکونت فعلی یعنی در کدام ولایت فعلا زندگی میکنیم. در تذکره الکترونیکی فقط دو ولایت هم ذکر شده، بس مثلا سکونت اصلی و سکونت فعلی، و در تذکره های کاغذی فقط یک ولایت ذکر شده که ولایت اصلی می باشه، محل تولدتان می باشه. کسایی که تذکره کاغذی داره اونها فقط و فقط میتونه که به ولایت اصلی خود فرم خود تبدیل کنه، یعنی به غیر از ولایت دیگه به ولایت های دیگه نمیتونه که فرم خود تبدیل کنه. و کسایی که تذکره الکترونیکی داشته باشه میتونه که با اساس سکونت اصلی و فعلیشون که در تذکره ذکر شده باشه میتونه که تبدیل کنه. مثلا یک نفر است که در تذکره اصلیشون ولایت لغمان ذکر است، یعنی ولایت اصلیشون لغمان است و فعلیشون که است کابل است. این نفر میتونه که به دولت چیز کنه، یعنی فرم خود میتونه تبدیل کنه، یعنی میتونه هم در کابل ثبت نام کنه و هم میتونه که فرم خود به ولایت لغمان تبدیل کنه، یعنی در هر دو ولایت بیومتریک میشه. و کابل که است سایت عمومی است. اگر بجای کابل دیگه ولایت می بود، مثلا ننگرهار، باز میتونست که در ولایت ننگرهار هم چیزی کنه، بیومتریک کنه و در لغمان هم بیومتریک شود. و اگر این شرایط نداشته باشم، مثلا در تذکرهشون مثلا از بجای ادرس فعلی و اصلی کدوم ولایت دیگه یک ولایت باشه یا دو ولایت باشه، باز میتونه که اگر یک ولایت باشه مثلا اردویشون لغمان باشه، میتونه فقط همون در ولایت لغمان ثبت نام کنه. اگر در تذکرهشون مثلا دو ولایت باشه، مثلا اینمی که از لغمان است و کابل است، این نفر میتونه که هم به لغمان ثبت نام کنه هم به کابل، یعنی در دو ولایت میتونه که بیومتریک شود. و اگر ولایت های دیگه هم می بود بجای کابل، مثلا فاریاب، پروان، کاپیسا، باز میتونست که به ولایت ها دیگه هم چیزی کنه، ثبت نام کنه. مثلا این تذکره که شما میبینین فقط هر سه تا کی است، مثلا اردویتون کی است ادرس فعلی و اصلی اردویشون لغمان. این نفر فقط و فقط میتونه که در لغمان چیزی کنه، بیومتریک شود. در کابل خو سایت عمومی است، فعلا کابل که است سایت عمومی است. 34 ولایت افغانستان میتونه که در کابل ثبت نام کنه و بیومتریک شود. و کسایی که فعلا سایتشون بسته است اونها هم میتونه که در سایت کابل ثبت نام کنه. بعد از که سایت کابل ولایت هایشان باشد میتونه که فرم خود تبدیل کنه. اگر احیانا اونها میخواه که در کابل بیومتریک شود، کدام مشکل نیست، میتونه که در کابل هم بیومتریک شود، مگر بغیر از کابل و ولایت اصلیشون یا مربوط که در می تذکره مثلا پکتیکاست یا ادرس فعلیشون یا دیگه ولایت باشه، میتونه که به ولایت هم چیزی کنه، بیومتریک شود. اگر ادرس فعلی و اصلیشون مثلا در تذکره یک ولایت باشه، فقط میتونه به ولایت چیزی کنه، فرم خود تبدیل کنه. اگر در تذکرهشون ادرس فعلی مثلا بلخ باشه و ادرس اصلیشون جوزجان باشه، میتونه که فرم خود هم به جوزجان میتونه تبدیل کنه هم به بلخ تبدیل کنه، یعنی کدوم مشکل برایشان ایجاد نمیشه، میتونه در دو ولایت چیزی کنه، بیومتریک شود. و در کابل که است سایت عمومی است. و کسایی که تذکره کاغذی داره فقط و فقط میتونه که به ولایت خود چیزی کنه، تبدیل کنه. این یک نفر است از ولایت جوزجان تذکره اصلی
تبدیلی داره از کاغذی است مگم فقط و فقط میتونه که به جوزجان تبدیل کنه، حق نداره که به بلخ تبدیل کنه، حق نداره که به فاریاب تبدیل کنه، حق نداره که به هرات تبدیل کنه. اگر احیانا فرم خود تبدیل که به هرات بازوی فارا این فرمشان باطل است نمیچله، اگر روز بیومتریکشان هم رسید باطل است نمیچله. با دوستای ما هستن که فرم خود تبدیل کرده با اساس تذکره خود فکر نکرده مگم بلاد دیگه تبدیل کرده، وقتی که نوبتشون رسیده اونجا مراجعه کرده پیش از بیومتریک تحویل بانک هم کرده مگم بیومتریکشون نشده، براشان گفتم میشه که هر وقت نوبتتون او سه ولایتتون باش فرم خود چیزی که به مولد تبدیل یا ثبت نام جدید به مولد خود که هر وقت که باز نوبتتون رسید امی عویزه بانک باز دمونجا چیزی که قابل استفاده است، یعنی میچله دمون روز با میچله. باز متوجه زیاد باشین در تبدیلی. البته این نقاط که براتون گفت این نقاط خیلی مهم است، این را باید یاد داشته باشین. امید دارم ویدیوتون خوشتان آمده باشه. برای معلومات بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتر خوب براتون تهیه کنیم. تشکر، زنده باشید.